است. به نام خدای متعال و جان داد و جان شیرین خوش است. این جانب آقای احسان عبدالغفور به محضر آقای علیپور بزرگ، احسان علیپور بزرگ که ارتباط مستقیم با آقای جبرائیل دارن، متعهد میشوند در بازار از تاریخ 24/10 که دیروز بود، ولی من از امروز میگم 25/10 رو راست باشم با مشتری، با همکار، تو کار خود خورده شیشه نداشته باشم، کارهای غیر مولانه انجام ندم، کارهام چست رفته باشه، بعد مولبازی دوز و کلک رو کنار بزنم، در بازار آدم خوش حسابی باشم که حرف من برش داشته باشه، زیر سایه حاج احسان عزیز سرافراز باشم و رو به راه شوم. مرسی از آقای علیپور که باعث شدن من به کارهای زشت خود پی ببرم و به گوه خوردن بیفتم و اینکه دیگر کسی را اذیت و آزار نکنم. امضا اینجا مکتوب هست. بعد اینکه جدا از این کارهایی که گفتم یا حرفایی که زدم متعهد شدم امضایی که دادم، واقعا خیلی نادم و پشیمانم و دیگه دوست دارم رو راست باشم با همه آدمایی که میشناسم تو دایره ارتباطات خودم. دوست دارم خیلی آدم رو راستی باشم و اینکه کار خودم رو خیلی شسته رفته و اینکه با حساب کتاب انجام بدم و دوز و کلک بین خانواده و تمام دایره ارتباطی که دارم لال شدم. شما ما رو لکنت انداختین و اینکه از خداوند متعال تقاضا دارم هر کی که مثل منه آدم و روبرو بشه و اینکه حرفش توی بازار و تمام. ممنونم، سپاسگزارم.